همراه من باشید تا امروز دستگاه اسپرسو ساز اهرمی چری رو آنباکس کنیم و ببینیم چه چیزی داخلش هست. یک جمله هیجان انگیز قبل از اینکه جعبه رو باز بکنید خوب فکر کنید، چون دیگه زندگیتون مثل قبل نیست. اسپرسو سازهای چری 6 مدل مختلف دارن و جعبه‌ای که ما باز میکنیم مربوط به مدل رویال پلاس هست. این دستگاه اهرمی ادعای اینو داره که میتونه قهوه‌ای با کیفیت دستگاه‌های برقی و مخصوصاً صنعتی ارائه بده. اگر اینطور باشه به نظر من یک راهکار فوق‌العاده برای کافه ها محسوب میشه، مخصوصا تو این روزهای بی‌برقی که دستگاه های اسپرسو ساز صنعتی زمان بی‌برقی از دور خارج میشن و کافه ها نمیتونن اسپرسوی با کیفیتی زمان بی‌برقی به مشتریاشون ارائه بدن. در جعبه که باز شد با یک دفترچه راهنمای 3 زبانه به زبانهای عربی، فارسی و انگلیسی روبرو شدیم. طراحی جعبه واقعا خیره کننده بود. به غیر از جای خود دستگاه، بقیه تجهیزاتی که داخل جعبه هم بودن هر کدوم جای خودشونو داشتن. تمپر سایز 45 که بعداً بهتون میگم جریانش چیه، یه شوتر برای درآوردن کیک قهوه و یه بسکت نیکد سایز 51. دستگاه 2 تا بسکت داره، یه بسکت نیکد و یک بسکت تحت فشار سایز 45 که تجهیزاتش داخل خود جعبه هستش و اینکه رویال پلاس یک مانومتر هم روش داره و میتونید فشار بار دستگاه رو باهاش اندازه بگیرید.